مایکل فلپس به مدت 5 سال یعنی 1825 روز متوالی شنا کرد بدون وقفه، بدون اینکه یک روز تعلل کنه و نتیجهش 23 تا مدال طلای المپیک. در واقع به این انسان میگن یک افسانه زنده. پیکاسو در طول زندگیش بیش از 50,000 تا اثر هنری خلق کرد، یعنی میانگین روزی 2 تا اثر هنری. و نتیجهش چی شد؟ شد از پایه‌گذاران هنر مدرن و اسمش توی تاریخ جاودانه شد. جی رولینگ قبل از اینکه هری پاتر به دنیا معرفی بشه 12 تا ناشر مختلف کتاباشو رد کرد، ولی در نهایت سری هری پاتر با فروش بیش از 500 میلیون نسخه در تمام جهان اونو تبدیل به یکی از موفق ترین نویسنده های طول تاریخ کرد. هیچ کدوم از اینا جادوگر نبودن، راز خیلی خاصی هم نداشتن، فقط کاری که باید رو بارها و بارها و بارها انجام دادن. نتایج خارق‌العاده حاصل تکرار کارهای معمولی هن، اما طی یک بازه زمانی طولانی و غیر عادی. اینو بدون، اون آدما صرفاً باهوشتر نبودن، فقط موندن توی بازی و ادامه دادن. ممکنه برای تو هم پیش اومده باشه که بارها گفته باشی منم میتونم، فقط یه فرصت دیگه میخوام، یا اگه فلان وقت شروع میکردم حتما الان منم موفق تر از خیلیا بودم، ولی هنوز یه چیزی، یه ترمز نگهت داشته و هیچ کاری نکردی. سوال نیست که توانایی های لازم رو داری یا نه، سوال اصلی اینه که چقدر توانایی موندن و ادامه دادن داخل بازی رو داری. چون واقعا مهم نیست که امروز کجایی، مهم اینه که فردا از دوباره ادامهش بدی. ازت میخوام با استمرار تمرکز کن، ادامه بده و جا نزن.